علیکم. من تختسون غیرت مایی بگروه دو نفقه خور. شکایتی اساسی من به همین گزیتی دوست داشتم، یعنی که هفتمون دوست داشتم ایسیر در آن است که من بسیارتر از نقلیات خیسیر 15 استفاده میبرم. وقتهای آخر نسبت میوبان و موسفیدان ناحقی، بی‌آدابی، بی‌حرمتی از طرف رانندگان بسیار مشاهده میکنم. بسیار کلمه های دوست داشته رانندگان از قبیل من اگر موسفید و پیران را بینم الرژی میقپد. ای موسفید چی خانه بشین به تو هم رایگان ها ده اکو بهش نمیگم خودتون مایی کدام معنا دارد و غیره و غیره. همین خلال بسیار هر من مشاهده میکنم. من برای چی همین وی میگویم خطری 15 و من استفاده میبرم نو بسته از آن که من همین خیلی مایوب باشم، هم سینی سرم رختی باشد، هم من حاضر میگویم یک همچون مربی من یک 10 نفر مایوبایی یک پانه دارم، دو پانه دارم، دوشنبه مشق ورزشی میکنم. یک 8 نفر از شهر وحدت. این یگانه ورزش در آسیای مرکزی می باشد، یعنی بسکتبال با رابطه میوبی. من همین جای کارم گفتم که هرچند من رایگان اینا وای میکنم در مکتبی صد واقع این در بری یاقوت 2000 بودل یک رومچی شدگی همونجا ماش میکنم. من بسیارتر همین اتوبوس خطری 15 استفاده میبرم. من به همین گزیته شما 2 سال پیش مراجعت کرده بودم با سرلوحه‌ای اگر از دوی موسفیدان میوبان نترسید از غضب خدا ترسید، یک مقاله هم برآمدگی بود. بعد رفتم به همون بعضی میگن طرف دوک سیون، بعضی میگن چی میگن، همونجا رفتم و همون راهبری کارخانه نبودم، یک نچلنی کلان میگن آدمی کمتر و هم سال خورده و من شناخت گفت که همین شما همون نفری که همون سالها همچون یوریست کار میکرده در بهمون بعدی. من شما مرحمت چی معلم چی و استاد چی و چی وای دارید؟ شکایت دارید. بعد من گفتم برادر همین خیلی بچه ها گفتم بسیار بیاداب شده هم. گفتم همین خیلی حرمت نمی کنن. همین اتوبوس رقم 1178 2 یا 3 بار شده است که همین نزدیک می شوم در این میانه محکم میکنن و پیش حرکت میکنم، همین نزدیک میبیم محکم میکنن، یک تبسم میکنن، های میکنن میروند. شما با اصاب بغل میگردید؟ با اصاب بغل ممکن است هم اصاب بغل نشون تید؟ مرحمت. یعنی که اصاب بغل شما رو میبینن در رو میپشن و فرار میکنن با تبسمی همین خیلی یک زهر خنده هایی که وای میکنن. استهزاء آمیز نگید. من به نزدیکی همون گویم چهارراهی میکراین 82 101 این طرف 103 بعد همین من که خونم 101 به بایش دادیم استقامت میکنم. همین آمدم خوب باور کنید چونون مسخره کرد که همین اتوبوس نزدیک میبیام های میکند. رقم چند؟ رقمش بفکر با همون 78 1178 بود. من یه نویستگی میگه به نویستگی هم که فرقش میگم این خطری 15 اکثریت اینها به همین خیلی بی‌حرمتی نسبتی بیان میکنن. با همین نزدیک میبیام با های میکنن. بعد این اسو که 2-3 بار زدم. خیریت که این اسوی من اینجا ریزین دارد. بعد ترسید که یکان جای اتوبوس یا آینش میشکنم یا یکان چیزی میغراشد فرومد. من گفتم ای پسرم تو گفتم پدر مادر داری؟ ممکن گفتم پدری تو گفتم از من یاش باشد. بله. تو یگان گفتم ممکن یگان خیشی توایی گفتم میوب داشته گیستی. اینا گفتم از کجا این خیلی نوآدمی بی‌حرمتی نسبتی همین ویا. تو گفتم یک میبخشید
Лермонтов як має доштан китоб герой нашего времени гуфтаги. Герой нашего времени. Герой нашего времени. چشم‌ها گفتم یعنی قهرمانی نشان دادین. ببینید اونا چرا این کار میکنن؟ چون که شما رایگان میروید. برای من رایگان. من همین با شما اگر ممکن بگم کم تر همین به خدا میگویم که من همین مقصد سوال من همین که آیا من مثلا در 17 سال در ساحه دیالوگ کار کردم. سال 84 در مرغاب بلانکو به مایوب اغاز دم مایوب شدم و دکترها گفتن که غیرت که باید خیلی روسبان بودم که بسیارشون پراشای دیالوگی تی دوجه نایتی تاکوی سیدیاچی را بود خیر گفتم مالش بعد همین از در تایوی ساعت بار میگذاشتم که بینم گمچه وی یوریدیکی بود یادتون باشه اگر فکولتی یوریدیکی بود همین خیلی نوشتن که انا ما حجت‌های برای غایبانه قبول میکنیم مهم مای بود. شما باید دانید که مثلا همین سبب برخوردی بد یا خود بی‌ادبی همین راننده ها چیز شاید با آنها کارهای فهماندهی بردن لازم یا اینکه مثلا مصلحت خانه های پسیکولوژیک شدن لازم یا اینکه جزا تعیین کردن لازم. من برای همین که ندیش ما آمدم. چی کار کردن لازم که همین دغل گفتاری در نسبت با شما در نسبت به همه قطع گردن. من 100% باور دارم که حکومت شهر دوشنبه بسیار کوشش و تلاش ها دارد که سمت خدمت رسانی به ویژه در ساحه نقلیات بهبود گردد. ببینید از اون سالهایی که شما میگید تا این سالها چقدر اتوبوس های نو، ترولبوس های نو، نقلیات مسافربر و تاکسی ها و دیگر پیدا شدند. این تنظیم شد و اما از اون جایی که شما میگویید بی‌ادبی با بیشتر گشته است. چی کار کرد؟ حاضر بیشتر گشته. نقلیات خوب شد، کاربری خوب شد، بسیار شد، اما بی‌ادبی بسیارتر شد. سبب چیست؟ همچون متخصصی که در این سوال بود. من اکنون شخصا نام میگم که همین بی‌ادبی جوانو، همین بی‌حرمتی نسبتی گویم وای این یکم وایش گویم اگر این تلفن همین تلفن با فکرم جوانای بسیار وایران کرد بی‌ادب کرد. راننده ها میدونی خودی فکری باید فقط همین جمع کردنی پول. اگر مثال همون شما گفتید اگر همون راهبر کارخانه یا که مثلا همون پسیکولوگ ها اقلا در یک هفته یک بار رفتم قطعی همون صحبت میکردم از کمیته جوان رفته یک هفته گفته صحبت میکردن یکم وای میکردن ممکن تا این درجه آنها از خود نمیرفتن. من مثلا یک با یک مثال عادی همین افتوارزا اشتگی بودم همین وای مرشد که 19 گذاشت در شب شد بینم باور میکنید ریدی همین یکم ریاد به نوشته موندن جای برای دختران برای چی اتوبوس بر همین در آمدم نمیگه که مسافران در حرمت کنید که گویم پیرون حرمت کنید یا برای چی مثلا همون شوفرها راننده ها نمیگن که محترم پاساژیران من یک مایوب در آمد یک مسافر در آمد التماس جاتی اقلا همین کارا کردن ممکن نیست. شاید میگویم که مثلا همون رانندگانی که نسبت به معیوبان و سالخوردگان و آنهایی که از طرف حکومت و دولت امتیاز رایگان رفتن دارند و اینها به حرمتی میکنند شاید جزا رو سخت‌تر کردند. البته این ما با این خود بفکرم آخر من محترم سیاف جان من نمیدونم برای چی اینها همین خیلی نه حرمتی بفکرم اینا چی میگن یک مسئله اپیدمی شده برای ما روز برای میگم که اگر این یک ساله ها من همین مشاهده میکنم آخر یگان بهبودی نیست درباره آداب تعلیم. ببینید شما در همین طولی که میروید میآید یگان راننده با ادب دیدید؟ یک یا دو تا دیدم. یک دو تا دیدم. همونم اکنون چی بگم تون اکنون این نبیره با اینش هم مالی با یک دیگر میگوید که 1298 شوفیر و راننده. در 1298 رقم دولتی اتوبوس ها 1298 خط سیری 15 با همون 15 میدونید از پیش میدروید کن در آمدم یک زنه که بایم جوان نیست ممکن 50 ساله دید که من در آمدم
و همون جایش نشستی پیششتم. راننده میگه که بابا در پیش من چشم من میگه میلکمیت نکن، میگه یا با میانه گذار یا با عقب گذاشتشیم. راننده میگه 1298 زن بود نه مردک همه جوانن اونا. بعد این به علم نمیکند. من چقدر آدینجا خیزم بگم رام یا پیش میانش نمیگه عقب بشنم. آخر تو این خیلی حقوق نداری که من اگیم همین گفت گویی کرسی برای نشستن است دیگه. میگه که من در پیش چشم من میگه میت نکن. من میگه نبینم شما برای میگه موسیقی دو مایی بکی من همین خیلی وای شما میگه رایگان میروید همش این مسئلهش رایگان خودی من همینجا برام دست بردارم یک آنتش نمیستاد. یک جوان یک دختر اگر جوان وایساده اگر همش میستاد. من همین گپم گفتم میگه بابی تو چی فایده میگه روی راست میگه این میگه پول میتیاد. من حتی یک تری دیگرش همین پرافسویز میگن بعد کروگی وای سیرک این طرف پر همین خیلی میگفتم میدارم میگوید که وای کارت میزنید که نمیشه فراموش کردم کار نمیکند میگه کاردارا ندارین میگه نقد بشد میگه دارین کی کار دارن میگه دیگر اتوبوس بشینید. آخر این یک میدونید چی بگم تون یک برای اینها این همین خیلی گپای میابن همین خیلی کارا میابن که آدم حیران میموند.